تا حالا دقت کردی بعضیا خیلی کم حرف میزنن ولی وقتی دهن باز میکنن حرفاشون انقدر منطقی و دقیقه که همه رو میخکوب میکنه. شاید فکر کنی این آدم‌ها کلاً باهوش به دنیا اومدن. اما روانشناسی یه چیز دیگه میگه. باهوش بودن واقعی بیشتر از اینکه به ژنتیک ربط داشته باشه، به عادتهای ذهنی ربط داره. IQ مهمه، ولی رفتار روزمره مغزت سرنوشتت رو میسازه. بیا 5 تا عادت مغزهای سطح بالا رو با هم مرور کنیم. اول، اونا به فکر خودشون هم شک میکنن. روانشناسا به این میگن فراشناخت. یعنی فکر کردن به خود فکر. آدم‌های باهوش به جای این که بگن حتما حق با منه، از خودشون میپرسن اصلا چرا من اینو باور دارم؟ نکته‌ای هست که ندیده باشم؟ اونا با این کار جلوی تعصب و غرور کاذب رو میگیرن. دوم، اونا چالش رو به راحتی ترجیح میدن. مغز موقعی قوی میشه که تحت فشار باشه. تحقیقات نشون داده تلاش ذهنی یا همون کلنجار رفتن با مسائل سخت قدرت حل مسئله رو چند برابر میکنه. باهوش‌ها دنبال محتوای هلو برو تو گلو نیستن. اونا کتاب‌های سنگین میخونن، با مفاهیم پیچیده رفیق میشن و از نفهمیدن نمیترسن. چون میدونن فشار ذهنی یعنی ورزش مغز. سوم، قبل از واکنش مکث میکنن. هوش فقط دانش نیست، کنترل هم هست. کسی که بتونه جلوی واکنش لحظه‌ای احساساتش رو بگیره، شفافتر فکر میکنه. اونا به جای اینکه فوری گارد بگیرن، یه مکث طلایی میکنن تا منطق به جای غریزه فرمون رو به دست بگیره. چهارم، اونا نسخه خودشون رو آپدیت میکنن. انعطاف پذیری شناختی نشونه نبوغه. آدم باهوش به نظرش نمیچسبه که فقط ثابت کنه حق با اونه. اگه مدرک جدیدی ببینه که نشون بده اشتباه کرده، خیلی راحت فکرش رو عوض میکنه. تغییر دادن نظر نشونه ضعف نیست، نشونه قدرت تفکره. پنجم، اونا احتمالی فکر میکنن، نه قطعی. آدم‌های باهوش به ندرت از کلمات همیشه یا هرگز استفاده میکنن. اونا میپرسن چقدر احتمال داره این اتفاق بیفته یا چقدر ممکنه من اشتباه کرده باشم. اونا با احتمالات زندگی میکنن، نه با تعصبات. چون میدونن دنیا خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که بشه با یه جواب ساده و قطعی سر و تهش رو هم آورد. اگه میخوای ذهنت رو تیزتر کنی و توی بازی زندگی همیشه یه قدم جلوتر باشی، همین حالا سابسکرایب کن و هر روز مغزت رو با ما تمرین بده.